فیروزالدین فیروز افزایش روزافزون معتادان مواد مخدر را در این کشور تکان دهنده میگوید و تاکید می‌ورزد که افغانستان نمیتواند به تنهایی با این پدیده مبارزه کند و میگوید نیاز است تا کشورهای منطقه و جهان در این راستا اقدام کنند، چون به باور وی این پدیده بسیار خطرناک است. این پدیده روز تا روز در افغانستان افزایش یافته و تا داره که حال خانه‌های مردم این هر خانه را دروازهش دقل باب کنه. حتی بسیاری خانواده است که لااقل یک نفر درش معتاد پیدا میشه و حتی براتون بگویم که از سطح ملی بلند است، باید در سطح منطقوی کار صورت بگیره و حتی در سطح بین المللی باید تلاش ها و هماهنگی ایجاد شود. در غیر از او به این پدیده تنها دولت افغانستان و این دو سه وزارت مختص به تنهاییش مبارزه کردن نمیتونه. فیروزالدین این سخنان را هنگام بهره برداری شفاخانه زیر نام مرکز ملی درمان زنان و کودکان معتاد به مواد مخدر بیان کرد. مرکزی که 150 بستر دارد و به تازگی در ساحه خوشحال خان مینه شهر کابل ایجاد شده است. در این شفاخانه زنان و کودکانی درمان می شوند که معتاد به مواد مخدر هستند. آمارهایی که این وزارت گرد آورده است نشان می دهد که از 3 میلیون معتاد در افغانستان 800,000 تن آنان زنان هستند. سمیرا، زن که معتاد به مواد مخدر است، میگوید محصل پاهنزه هنرهای زیبا بود و میگوید نخست شوهرش به این پدیده گرفتار شد. من 8 سال مواد مخدر استفاده میکردم، ترک کرده بودم، باز شروع زد. خودم 14 سال درس خواندم، باز میرم در مکتب پیش دکتر کار. با این همه وجود 100,000 کودک معتاد به مواد مخدر در این کشور از دیگر نگرانی‌های جدی وزارت صحت عامه است. در کنار همکاری و اقدام عملی، کشورهای منطقه و جهان برای نابودی پدیده مواد مخدر و جلوگیری از افزایش معتادان در کشور، نقش عالمان دین و مردم نیز در این راستا تاثیرگذار خوانده می شود، آنچه وزیر مبارزه با مواد مخدر به آن اشاره می کند.